حالا اگر بر مردم مثلا نصیحت رسول الله صلی الله علیه و آله مرده بر مردم بگی، مردم قبول میکنن. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که جعفر رضی الله تعالی عنه رحلات میکنه، بر صحابه چی امر میکنه؟ میگه اصنعوا لآل جعفر طعاما. شما برای کی طعام بیارین؟ برای خانواده جعفر. یعنی شما برین برای خانواده مرده‌دار، شما در خانه‌تان برین برای خانواده مرده‌دار چی بیارین؟ طعام بیارین. چرا؟ یا بیچاره جگرخون هستن، غم دارن، در غم خود هستن. شما اگه برای اینا غذا را بیارین، یا بیچاره در غم خود میباشن، شما رفتین یک چیز آوردین برش. من پدر کلانم فوت کرد، من قرار در خانه جگرخون که فامیلم شیشته، اهل صاحب دروازه تق میشه که صاحب سال میکنیم وایسیدین خاص بین از قیمت صاحب 5-6 قوری نان که یک کمک پنیر و یک کمک این گپا را آورده، اوه ماشاءالله، یک کمک غم ما را پسان ببینید در کاری تایر دروازه تک میکنه صاحب. او صاحب دیگه صاحب کاکا غلام حضرت صاحب از 32 کارت پروان صاحب یک دانه کله گوسفند پخته کردن، اینو گرفته میاره. این صاحب غم ما چی شد؟ غم ما از بین رفت. پس آن صاحب میگیم صاحب کاجی بریاله آمد و او صاحب کت خود یک 2-3 انگور آورده از شمالی و دیگه آورده. این صاحب غم بود. این استاد مسلمیار صاحب از 3 خیرخانه دولیشان خوب آمد چیز دارن، انگور دارن، مثلا میوه دارن، چند قسم اینا رو صاحب گرفتن میره. من دیگه مرده پدر کلا رو بیادم میره و چی میکنم؟ خوردم میرم. و کل از چی کردن؟ کلشان یک سنتی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله چی کردن که رسول الله صلی الله علیه و وصیت کرده که اصنعوا لآل جعفر طعاما. یا گفتن کنه رسول الله گفتن لآل جعفر، آره لآل استاد دایی طعاما دیگه میبریم. مثلا بوده چی میکنی که پدر کلان ما فوت کرد که رسول کاکا غلام حضرت که 16-15 تا نفرای خود یا هم صاحب آمده صاحب چاشتکی کجا آمدی بریم خانه استاد دایی که بابا کلانش فوت کرده صاحب قاری طاهره ببینی که یک 20 نفر موتر فروش ها صاحب آمده کجا هست خانه امام صاحب بلاکای نخو تاقکای خورد برازیا مجبور دیگه تهلا چی گپ است صاحب یا کلشان می حاجی بریالای صاحب که 30-40 نفر 50 نفر صاحب موتر از سرای ازارگل کلگی خواستار از دیگه مشناسه او است مسلمیار صاحب رفته صاحب 4-5 پانتون زنگ زده و پانتون کابل پانتون چی 6-7 تا پانتون صاحب بود کل استادا رو خبر کرده. آل صاحب ساعت 12 بجه است که استاد دایی صاحب مرده یادش رفته. آل رفته صاحب دیگه دروازه رو تق کو بر 300 نفر چی کو طعام بکو یا چی کردن هجوم کنین بالای خانه جعفر. اینا ما مترسیم نیستیم. باز روز اول خود صاحب خانه گلم جمع آمدن گلم جمع کردن صاحب. باز روز دو باز صاحب کنی صاحب که صاحب لشکر دیگه صاحب باز برام روز دو هست. اومدم رسول اکرم صاحب گفته که اصنعوا لآل جعفر طعاما، نگفته که هجوم کنین در خانه آل جعفر. باز دو صاحب روز دومش تو میشه روز سومش باز میگیم روز 3 است رواج است چطور است امروز روز 3 دیگه صاحب 300 زن و 300 مرد دیگه صاحب چیزی که تاقا هست کلش پر است. باز از ویلام صاحب شکما را سیر میکنن باز هر کس خدا خیرات شه قبول کنه. ما کی خیرات کردیم مخبر پر کلا خیرات چی خیرات با میلیونرها میشه. شما کلتان کت موترای مدل 2014 و 2015 کلتان آمدید سر شما خیرات میشه صدقه و خیرات قبول کنه. اهل صاحب دستای چرب و تراس بخوان یک 3 آیت و 4 آیت صاحب 5-6 آیت هم خوانده میرن دل ما دیگه اونجا از دست غریبی میتره. باز صاحب روز 3 خلاص هست که اهل صاحب دی خروز 3 شنبه بود صبح 4 شنبه 5 شنبه شب جمعه باز نوبتش میرسن. باز صاحب از اونجا برو چیز که بازی شب جمعه اول شب جمعه دوم شب جمعه سوم شب جمعه چهارم باز الا 40 کلان میگیریم صاحب. اهل صاحب 2 نفر کلا چطور خیلی بالاخره صاحب یک وقتی که میبینی که نه بر استاد دایی صاحب خانه مانده نه زمین مانده نه مال یتیم مانده نه هیچ چیز مانده صاحب کلش صاحب خوردن رفته. باز چیز میشه. این حال ارزش و منزلت سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که اگر انسانی که به او ارزش میده باید در زندگی خودم ارزش بده و در مرگ خودم ارزش بده. داروسی خودم رو ارزش بده که رسول الله صلی الله علیه و آله از رسول الله که رتبه ما بلند است. داروسی هر عروسی رسول الله 20 نفر 30 نفر می بود. ما تو شلست که داروسی ما باید 300 400 500 نفر باشه. خودش دلالت به چی میکنه؟ به دلالت به این میکنه از این خاطر بسیاری جوانان نکاح کردن نمیتونن. چرا این جوان اگر خود از رسول الله صلی الله علیه و آله بلند ندانه ببینه که عروسی رسول الله چی پخته کرده بود همون غذا رو جور کنه. عبدالرحمن ابن عوف از که رتبهش بلند است یا پایینتر است؟ عبدالرحمن ابن عوف هم تجار بود هم صحابی بود از تو که خوب پیسه دارم بود صاحب. رسول الله برای چی میگه اولم ولو بشات ولیمه بگو ولو که چی باشه یک گوسفندک
یک گوسفند ریمل 6000 7000 پا و 8000 یک گوسفند گرفت میشه. یعنی میتونستن صحابه با یک گوسفند چی کنن؟ ازدواج کردن. چرا این جوان غرور نمیکرد؟ برین به کلتان گپ بزنید، برین کلتان گپ بزنید، برین هر چی کلش خندی از استان می بکنن، خیر ببینین بگوین 300 نفر غیبت تکنه در روز قیامت 600 700 رکعت نماز میگیریم. هنوز خوب است با فایده از غیبت بکنیم. این حال ما غرور ما تکبر ما از عبدالرحمن ابن عوف هم که خود چی میگیریم؟ بلند بگیریم و بالاخره صاحب داروسی های خود چی میکنیم؟ میگیم نه صاحب باید 4 500 600 نفر باشه و باید مثلا می باشه و باید ای باشه ای باشه ای باشه. خود به خود ما خود چی میگیم؟ قرضدار و دیندار میکنیم. با وقتی که سنما دیگر حاصل کردن دیگر هم میگه که والا صاحب این صاحب این فلانی اون داروسی استاد دایی ندیدی که داروسی استاد دایی 700 نفر خواسته بود. من شکر در وقت آرسی بود، در وقت طالبا بود، دولام بند بود، سرنایام بند بود، هتلام بند بود، هیچ چیز نبود. خوب هم تو لکس صفا ستره، بی قرض و بی جنجال و بی هم.